یارو بلند میشه شروع میکنه وایسادن، بعد شروع میکنه رقصیدن، بعد اونها میگه این فلج بود تا دیروز مردم دست میزنن و اینا. این ویدیو راجب چیه؟ خدا خب الله گاد. خب برو بریم، من که میدونی چاکر خدا. من خودم هم دوستش دارم. نه من چون دیدم که مردم نمیتونن عاقلشن گفتم آقا من دیگه راجب این موضوع صحبت نمیکنم. نظر اینکه بخوام کسی رو نظرم خودم رو بدم، نظر میگم آره آقا خدا وجود داره، الله اکبر، فقط ما شرمنده نماز دیگه نمیکنیم. آقا خدا اول از همین که یه سوال، خدا کانسپت خدا رو قبول داری که یه چیزی بوده که ما به وجود اومدیم؟ نه کانسپتشون که حالا ما نه، ما انسان ها نه، بابا ولی ترتیب بالاخره زمین نه زمین بالاخره یه جوری به وجود اومده دیگه. چه جوری زمین به وجود اومده میدونی؟ خب آره خورشید، زمین، خب میدونیم چه به وجود اومده، سوالی نیست اینا. ما فقط نمیدونیم چجوری شروع شده. اینو نمیدونم. آقا مثلا خب نه ناکن یک سریا هستن که میگن خدایی وجود داره که اینا رو به وجود آورده. خب میخوام بدونم این داستان تو چجوریه نظرت راجبش؟ خب من نظرم اینه که نه اینا همش، من که فکر میکنم ما توی سیمولیشن هستیم، ما توی بازی هستیم، ما توی دونه تجربه ریسرچ یا بازی هر چی اسمش میتونه باشه دنیای دیگه هستیم دیگه. اون دنیا چیه و برای چی هستشو من نمیتونم بفهمم. شانس این که این دنیا واقعی باشه با ریاضی هست 1/1 بیلیون، یعنی 1/1 میلیارد این زندگی واقعیه. 99.9999999 این زندگی واقعی نیست و یه بازیه، یه سیمولیشن، یه کامپیوتر، هر چی که خواستش بذاری. این چیزیه که منطق تا امروز و نالجی که تا امروز داریم وقتی بهش بخوای بشید مثل خر فکر بکنی به این میرسی که هنوز دوباره به هیچی نرسیدی. چون هنوز میگی اگر زندگیمون واقعیه چطوری اینا اینجاست؟ اگر تو فیلمیم 99 چه فیلمیه این؟ چه یعنی بازم به جواب نمیرسی. یعنی اگه بتونی بفهمی کدومه بازم هنوز هیچی نمیدونی. واسه همین دو تا راه داری، یکی که بفهمی ما نمیفهمی، یکی این که بیای شروع کنی دنبال داستان بگردی که بخوای مزخرفات رو توضیح بدی. بدتر از اون اینه که بری داستانیایی انتخاب کنی که در سال عصر حجر، در واقع در سالی که هنوز داشتن با برنز شمشیر درست میکردن که همدیگه رو بکشن. ما داریم داستانا اونو از اون موقع میگیریم. میدونید تو مثلا الان فقط کافیه، خب من میدونم خیلی آدم که نه شاید 90 و خورده درصد آدما که دینیان تا حالا کتاب اون دینشون رو نخوندن. دوباره با مثال خودم همیشه میزنم، 3000 تا دین توی این دنیا وجود داره. الان اگه شما که داری نگاه میکنی 100% با تمام وجودت باور داری که خدا وجود داره، حالا الان شما میتونی که داری نگاه میکنی، میتونی یهودی باشی، میتونی مثلا مسلمان باشی، پس شما مطمئنی که خدای شماره 2451 واقعیه، اون یکی هم مطمئنه که خدای شماره 1763 واقعیه. و یه چیزی که میدونیم جفتشون مطمئنن 2999 تا خدای دیگه دروغن. یعنی میگه پس یک عالمه آدم با مزخرفات گول خوردن، ولی من اون نیستم، من خدا واقعی رو دارم. بعد عین 3000 تا آدما و گروه‌ها که خدای متفاوت دارن، عین 3000 تاشون همین احساس به خداشون دارن. یعنی میگه شماره 1 میگه خدای 1 واقعیه، 2 دروغه، 3 دروغه، 3000 هم دروغه. شماره 2 میگه 1 دروغه، 3 دروغه، 4 دروغه، 5 دروغه. شماره 3 میگه 1 و 2 دروغن، 4 و 5 و 6 تا 3000 دروغن. بعد همین پترن فقط نشون میده که مردم گوسفندن. فقط اگه تو این پترن رو بتونی بفهمی تموم شد. خب ولی میدونی مردم نمیفهمن. برای همینه که خدای 3001 هم میاد، خدای 3002 هم میاد و خدای 2500 یهو دو تا میشه، یکیشون میشن شیعه، یکیشون میشن سنی. بعد میشه 2500 A، 2500 B، بعد A میشه A B میشه B A. میگم جلوی احمقیت رو نمیشه گرفت. برای همین الله اکبر، خدا به ما رحم کنه. خب یه سوال، حالا تو مثلا تا حالا اتفاقی جلوت نیفتاده که بگی خدایا مثلا اینجا کمکم کن، تو رو خدا این اتفاق نیفته، تو رو خدا اینجوری نشه؟ چرا؟ حالا همچین اتفاقی نیفته. خب تویی که میگی هیچ خدایی وجود نداره، پس چرا باید از یه نفر درخواست کنی؟ بهش میگن شستشوی مغزی.
بهش میگن شستشوی مغزی. برای اینکه وقتی دیگه به هیچی وصل نیستی، یه توهمی هم بهت گفته اگه الان بگی اتفاق میفته، هر خری میگه بدون که بدونه. حالا ما هست که خدایا منو کمک کن. اگه به نظرت این جمله قشنگ‌تر از است اوکی، ولی اگه من به دنیا اومده بودم یک کلمه راجع به خدا نشنیده بودم، یک کلمه راجع به من حرفی نزده بودن، یه دونه تو فیلم ندیده بودم، 100% اگر مامان بابام جفتشون میرفتن تو کما نمیگفتم من الان نمیدونم ولی دلم میخواد بالا رو نگاه کنم و بگم کمکم کن. نه، امکان نداشت اتفاق بیفته، 100% امکان نداشت. ولی وقتی که تو بهت گفتن و هستش و دیگه دستت به هیچی بند نیست، میگی خب ما الان اسلام رو پیروی میکنیم و به قول تو اگه وجود نداشته باشه، مثلا این همه آدم که رفتن مشهد پیش امام رضا و شفا گرفتن داستانش چیه؟ این همه آدم که تو کربلا شفا گرفتن، مثلا یارو نمیتونسته راه بره، 40 سال فلجه، میره اونجا پیش امام رضا، یهو بلند میشه شق میکنه وای میسته. همش دروغه. دو تا حالت بیشتر نداره، یا یارو پول گرفته، یه سیستم داشتن، مثلا میگم یه نفر مریض بوده، بعد میگم بعد از 3 سال ما میفهمیم که این مریضشو به وسیله این میتونیم خوب کنیم. بعد همون موقع یه آدمی هم که داره سعی میکنه دینو بکنه تو چشم مردم، یا این صحنه رو میبینه، میگه ببین هستی من بهت انقدر پول بدم بریم اونجا، یا حتی یه لول کثیف‌تر میتونی بهش فکر کنی، میتونی یارو بفهمه اینو، بره جلوی دکتر رو بگیره، بگه آقا دکتر اینو میزنی چقدر طول داره خوب شه؟ میگه 2 روز. میگه اوکی اینو بزن ما اینو میبریم مشهد. مثلا میگم آمپولو میزنه، بعد 2 هفته بعد 2 روز بعد میبرمش مشهد، تو مشهد که هستش یهو احساس میکنه پاش خوب میشه. یعنی خود بدبخت امکان حتی باور کنه، ولی این اتفاق تا حالا نیفتاده چون انقدر باهوش نیستن. معمولا اینه که به یکی پول میدن میگن فیلم بازی کن که پاد چیزه، چون این فقط مخصوص مشهد نیست، اینو تو آمریکا میکنن. یارو میاد رو چرخ نشسته، بعد یارو میاد داشت میذاره رو سرش، اگه ادیتور میتونه فیلمو پیدا کنه بذاره این پایین خیلی بامزه میشه، میذاره رو دستش مثلا رو سر مردم، بعد میگه قشنگ همینا، یعنی اصلا هیچی، فقط صدای احمقانه در میاره. بعد یارو یهو بلند میشه شروع میکنه وایسادن، بعد شروع میکنه رقصیدن، بعد اونها میگه این فلج بود تا دیروز مردم دست میزنن و اینا. خیلی جالبه وقتی که تو توی دین توپ میزنی خیلی فرق داره با وقتی که تو دانشگاه توپ میزنی. تا تو دانشگاه بیا بگی 2+2، اگه یه مثال واسه بزنم پشمات بریزه، همین 2+2 اینو یه دونه ریسرچ کردن، خیلی هم قدیمی نیست، مثلا 100 سال پیشه. یه سری آدما میارن توی اتاق، بهش به نفر اول میگن 2+2 میشه چند؟ میگه 4. میگن اشتباه میشه 5. به نفر دوم میگن 2+2 میشه چند؟ میگه 4. میگن اشتباه میشه 5. به نفر سوم میگن 2+2 میشه چند؟ میگه 5. یعنی آفرین درست گفتی. به نفر چهارم میگن 2+2 میشه چند؟ میگه 5. به آخر گروه که میرسن هنوز جمله سوال تموم میشه، میگه 2+5. این ثابت میکنه که چقدر انسان احمقه. همین تست هر حرومزاده ای میتونه جمع کنه 2+2 میشه 4، ولی فقط بعد از اینکه به 3 نفر بگی نه و ببینید یه جمع قبول کردن 2+2 میشه 5 قبول میکنی. خب این شخصیت انسانه. خب حالا تو آلردی میدونی انسان الاغه، حالا یه سری از انسان‌ها هستن سخت میکوشن که ببینن چقدر میتونن یه خورده باهوش‌تر بشن، یه خورده بهتر بخونن. میگیم اینا دانشگاه پروفسورن. یارو تو دانشگاه تو پروفسور بیاد بگه 2+2 میشه 5، مردم بهش فوش میدن، میگن نه اشتباه داری میگی، چون یه سری آدم تحصیل کرده اومدن. ولی وقتی تو مسجد میای صحنه رو عوض میکنی، یه نفر واسه اون بالا بقیه پایینن، اینا آدمای خیلی باهوشی نیستن. اینا آدمایی که سرشون میگه 2+2 میشه چند، یارو میگه ها، بعد میگی 2+2 میگه آها، اینا اون لول آدمن دیگه. به اینا میتونی بگی 2+ پلنگ میشه شورت، میگه اوکی حالا 2+ پلنگ میشه شورت، تو دنیای واقعی میشه چی؟ من وایس ندم، این میشه 2+ پلنگ میشه شورت. که میگه آقا من دارم به یارو چیزی میدم دیگه، یارو باید الاغ باشه که باور کنه. ولی چه خوب همشون الاغن بعد باور میکنه. پس اینو همه دینا دارن میکنن، یعنی اسلام میکنه، کریستین میکنه، بودا، همه دینا دارن میکنن این کارو. فقط جالبیش اینه که داستاناش فقط هست، نه ویدیو ازشون هست. ویدیو هست که یارو خوابیده میزنه بلند میشه، ولی ویدیو نیست که یارو 30 سال فلج بوده. هیچ وقت بک استوریشون نیستش. برای همین به نظر من داستانش اینه، هیچ نوع
واقعیتی توش وجود نداره. یا مثلا همین داستان بت، میگن آدما چوب برشون به شکل حیوان در میادن میپرستیننش. خب فقط یکی رو بپرستن این حرومزادا. بعد محمد اومد گفت بت‌ها رو نپرستین. بعد یه خونه بزرگ درست کرد گفت اینو بپرستین. فرقشون چیه؟ سایز مهم بود. یعنی یکی عروسکش گنده بود قبول بود، یکی فیل درست کرده بود میگه تو خوبی. واسه همین این داستان به قول معروف چیزه. به نظر من چطوری یارو شفا پیدا میکنه؟ هیچ کسی دارو شفا پیدا نکرده، همش دروغه. اگر بود مطمئن باش بغل همه امامزاده‌ها یه بیمارستان میزدن. خب آخه ببین الان ماه رمضان توی ایران یه برنامه پخش میشه تو تلویزیونش به اسم زندگی پس از زندگی. فکر کنم، من نگاه نمی کنم خودم، فقط شنیدم. خب که مثلا من نوعی رو میاره و من میشینم میگم که من مردم، اون دنیا رو دیدم و زنده شدم دوباره. این مثلا در حد 30 ثانیه مثلا مردم رفتم تو یه جای سفیدی، 2 نفر اومدن بالا سرم، نمیدونم یکی بهم گفت این گوهو خوردی باید بری جهنم. یهو امام حسین رو از دور دیدم اومد جلو گفتش این یار منه، گناهاش همه بخشیده میشه بیاد بهش. بعد من دوباره بیدار شدم، میدونی. ولی یه برنامه به همچین کانسپتی هست که 30 شب 30 نفر مختلف رو میارن که همچین چیزایی رو تعریف میکنن. گفتم دیگه جواب دادم. وقتی که پول آدینست احمقه از این کارا میکنی. اینا هیچ کدومشون واقعیت نداره. هیچ کسی تا حالا از مرگ برنگشته خاطره داشته باشه چی شده واقعی. همیشه توهم و چرت و پرت و چیزی که مثلا میگم تا حالا نشده یه سفید پوست بمیره بعد بلند شه بگه حسین اومد دم در ما. حسین گفت این دیوس یهودی مسلمانی دهنشو سرویس کنه. با اینکه خوب بوده من مگه نگفت یارو گناهاشو بخشیده؟ اینم برعکسش. اینو با اینکه خوب بوده دهنش سرویس. اولا این آیدی نشون میده که کلا بعد داستان چرت و پرته. بعد چرا میگم چرا همیشه حسین اومده؟ چرا مثلا همیشه حسین واسه مسلمونا میاد بعد جیزس واسه یهودی‌ها میاد؟ چون نمیشه مثلا یه وقت مثلا بودا یهو شاب کنه بعد بگی چه بگی آقا حسین سرما خورده امروز من خواست من بیام کارشو انجام بدم. اوکی شما طبیعیه دیگه، چون همه چی طبیعیه. چرا این نمیتونه طبیعی باشه؟ الان میگم من حسین خودم میخوام. خب میگه اوکی اگه نمیسی بعد بری وایس 24 ساعت اوکیه. بعد یا توی بیمارستان یهو قلبش میکنه زدن میگن این یک کما برگشت بعد فردا دوباره بمیری. خب چرا این اتفاق نمیافته؟ بعد حالا یه سوالی تو دارم. تو فیلم اسپایدرمن رو دیدی؟ آره. یارو میاد اول سالمه بعد میره به اسپایدر میزنتش بعد شروع میکنه پرواز کردن همش بلد نیست بعد میزنه و آره. خب اون خیلی واقعی تر از این نیست؟ اینا نشسته گفته من فکر میکنم اسپایدرمنم. این یکی درستش کرده بهت نشون میده داره میره. چرا اینو باور نمیکنی؟ چرا تو خیابون رو نمیری بگی اسپایدرمن کو؟ آخه حداقل اینو میگی دیدم، میدونی اسپایدرمن رو دیدی فیلمشو، اونو فیلمش هم نداری. همون دیگه اگه اسپایدرمن رو میسازن و تو باور نمیکنی چرا این کسایی که فیلمشو نساختن؟ بیا تو خودت الان یه داستان گفتی و خودت میگی من که ندیدم مثال زدم. تو اصلا من میدونی چیه نه چیه. یه داستان گفتی که من باور کردم تو مردی و حسین رو دیدی از این حرفا. دیگه از این آسان‌تر کار هست؟ و چجوری اصلا سواله مثلا چرا مثلا این سخته؟ من دفعه ایران بودم هیچ خیالم نمیده یه یارو آوردن گفتن این آقا کنترل قلبش دست خودشه. بعد بهش یه دونه چیزی وصل می‌کردن بعد قلبش نشون میداد. بعد بهش میگفتش الان قلبتو نگهدار. بعد یارو اینطوری میکرد قلبش وای میساد میشد زد مرده. بعد گفت حالا بزن دوباره قلبت بیاد بزنه. بعد دوباره میزد دوباره قلبش میگه زدن. بعد من مادر مغزم سرویس شد که چطوری یارو میتونه قلبش رو کنترل کنه و چرا نمیافته زمین وقتی قلبش رو نگه میداره چون خون که دیگه نمیچرخه. چه اتفاقی داره میافته؟ خب بعد فردا میرم پشت دوربین واسه بود سیمه رو جدا میکرده میزد این مورد بعد که دوربین گفت قلبتو کنه یا دوربین میزنه. الان که بزرگ چون میگم این مثلا بچگی دیدم اینو و خب من تلویزیون ایران شاید هیچ یادم نمیاد ولی این صحنه رو یادمه چون انقدر عجیب بود که من یادم مونده. حالا چرا این عجیبی باید واسه یه دولت خوب باشه؟ چون این داره مزخرف و میذاره بالا. تو وقتی ببینی یه نفر تو قلبش رو نگه داره تو اصلا به خواب نمیفهمیدی که این اتفاق بیفته و تو میگفتی اگر تو قلبت وایسه میمیری. واسه چی؟ مثلا بگی من میتونم با تفنگ بزنم اینجا شوت کنم. خب آره میدونم میتونی ولی بعدش چی؟ برای همین این داره کاری که داره میکنه رو میخواد به مغز ایرانی یاد بده که تو آقا به چیزی که اصلا نه منطقی پشتش هست نه دلیلی داره باشه نه تا حالا فکر کردی هست. خیلی سیستم ساده ایه. تو فقط به مردم مزخرف بگی و احمقا احساس میکنن عاقلن و این خطرناکترین اتفاقی که میتونه بیفته و اتفاقی که میفته تو یه
گروه احمق داری دنبالت که هر چی میگی باور میکنن، در لولی که اگر بری بمیری برات خوبه چون اون دنیا باحال‌تر میشه. یارو میرفت میپرید روی مین که بمیره چون خوشحال بود که بمیره. این بهش میگن شستشوی مغز. برای همین شما میشنوید که این نفر تو کربلا رفته خوب شده. برای عکس امیدوارم لذت برده باشین از این چند دقیقه. دمتون گرم. چاکس. سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، دو 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 سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی.